ببین این دوتا قسمت رو نگاه کن، رنگ پوست رو. من توی آموزش هام خیلی تاکید دارم روی یه ابزاری به نام تون فایندر. تون فایندر یا همون جستجوگر سایه ها کاری که انجام میده اینه که میاد تونالیته های قسمت های مختلف طرحت رو با عکس اصلی مقایسه میکنه. الان این به طور مثال این قسمت از صورت رو میبینی؟ تونالیتش تقریبا نزدیک به 2. خب حالا همین 2 رو من میارم میذارم روی یه قسمت روشنی دیگه طرح، مثلا این قسمت از انگشت. اینجا دیگه 2 نیست، اینجا تونالیتش تیره تره، اینجا نزدیک به 3 تونالیتش. میبینی؟ گاهی وقتا بچه‌ها وقتی میخوان طرح رو مقایسه کنن مثلا میگن خب اینجا سفیدی روشن بذاریم، اینجا سفیدی روشن بذاریم، بعد سفیدی این قسمت با این قسمت یکی میشه. توی دوره آموزشی 0 تا 107 نقاشی سیاه قلمم دقیقاً بهت یاد میدم که چطور با این ابزار تون فایندر کار کنی، بتونی خوب درکش کنی و ازش استفاده کنی برای اینکه بتونی هر طرحی رو دقیق، تمیز و زیبا بهش حجم بدی، تونالیته ها رو قشنگ از هم دیگه تفکیک کنی و کارت یه کار کاملا سه‌بعدی و برجسته بشه.